محمد هستم از کانال نماجو. این قسمت رو اختصاص دادیم به سریال های نمایش کارنگی. امیدوارم با ما همراه باشید. اگر برنامه ما رو دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. اولین سریالی که قرار خدمتتون معرفی میکنم سریالی هست که تازگی شروع شده، سریال 1001 شب به کارگردانی مصطفی کیایی. ژانرش درام آزارلود هست. این سریال محصول ایران و ترکیه. بازیگران این سریال هدیه تهرانی، پرویز پرستویی، بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، پانتاها پناهی‌ها و حبیب رضایی هستند و این سریال هر هفته دوشنبه ساعت 8 صبح از پلتفرم فیلمو منتشر است. اما سریال دوم سریالی هست به نام بامداد خمار به کارگردانی نرگس آبیار. ژانر درام عاشقانه و تاریخی دارد. بازیگران این سریال علی مصفی، رضا کیانیان، لاله اسکندری، گلاره عباسی، نوید پورپرش، ترلان پروانه و مرجانه گلچین هستند. اما داستان این سریال روایت دختر یک خانواده اعیان در تهران قدیم رو روایت میکنه که عاشق شاگرد نجاری در واقع محله خودشون میشه. او خواستگارهای دیگرش رو رد میکنه و در برابر خانوادهش میایسته تا اینکه اون خانواده خواستگار رو به رسمیت میشناسه و باقی داستان رو که باید در خود سریال ببینید. این سریال هم هر دوشنبه ساعت 20 از پلتفرم شیدا پخش میشه. و اما یک رئالیتی شو داریم به نام شپرونی که یک مسابقه جذاب و کمدی هست. این سریال در حیطه آشپزی هست و با اجرای نیما شعبان نژاد و به کارگردانی رضا مهرانفر. این رئالیتی شو هر هفته دوشنبه ساعت 8 صبح از پلتفرم فیلمو پخش میشه. برنامه‌ای که باید خدمتتون معرفی بکنم برنامه اکنون هست. برنامه گفتگو محور با اجرای سروش صحت و به کارگردانی محمد رضا رضاییان. این برنامه هر هفته با یک مهمان جدید میاد و بخش دوم این برنامه هم شعرخوانی هست. دوستانی که علاقه دارن به شعر و شعرخوانی پیشنهاد میکنم که این برنامه رو حتما ببینید. برنامه اکنون هر هفته سه‌شنبه ساعت 8 صبح از پلتفرم فیلمو منتشر میشه. برنامه بعدی هم یک رئالیتی شو جدید هست با اجرای محمد رضا علی مردانی که این رئالیتی شو اسمش هست انجمن اشباح. دوستانی که به رقابت و مسابقه علاقه‌مند هستن حتما انجمن اشباح رو ببینن. این رئالیتی شو هم هر هفته سه‌شنبه ساعت 20 از پلتفرم فیلمنت منتشر میشه. سریال بعدی سریالی هست به نام سریال محکوم با بازی ساره بیات، پیمان جمشیدی، کوروش تهامی، مهران غفوریان، الهام پردا، رامین پرشنگ و اسماعیل مهرابی. داستان این سریال در مورد خانمی به نام نسرین هست که دادیار هستند و به تازگی شوهرشون رو از دست دادن. اما مخالفت پسرشون و اتفاقاتی که در دل این داستان میفته. پیشنهاد میکنم حتما این سریال بوده. سریال محکوم هم هر هفته چهارشنبه از فیلمو منتشر است. و اما مسابقه هست به نام بازمانده. مسابقه جذاب و پرهیجان هست با اجرای سیامک انصاری و مهران غفوریان و به کارگردانی سعید طالبی. این رئالیتی شو هم برگرفته از برنامه‌ای با همین نام هست که هر سال در کشورهای مختلف برگزار میشه. و اما این مسابقه شامل دو گروه 10 نفره هست که با هم وارد رقابت میشن و چالش‌های سخت و نفسی دارن. سریال بازمانده هم هر هفته پنجشنبه ساعت 8 صبح از پلتفرم بازمانده بین منتشر میشه. سریال بعدی سریال شغال هست با ژانر درام عاشقانه خانوادگی به کارگردانی بهرنگ توفیقی و با بازی محمد مهدی سلطانی سروستانی، شبنم مقدمی، کامبیز دیرباز، امیرحسین فتحی، مرجان شیر محمدی و رضا رویگری. در خلاصه داستان این سریال هم اومده کامیار پسر فرهاد کاویان که به تازگی به ایران بازگشته مسئولیت کارهای شرکت پدر و نامادریش سیمین رو بر عهده داره و اما طی مقامار خطرناکی که انجام میده وارد چالش‌هایی میشه.
سریال شغل رو هر هفته جمعه ها ساعت 8 صبح از پلتفرم فیلمو میتونید نگاه کنید. سریال برتا داستان یک اسلحه، ژانر این سریال هم درام جنایی معمایی هست. کارگردان این سریال امیرحسین ترابی با بازی شهرام حقیقت دوست، مهدی حسینی نیا، مهراب شریفی نیا، آناهیتا افشار، محمد رضا غفاری، سهول خلیل، شهرام قائدی و حسین پاکر هست. سریال برتا داستان یک اسلحه هر هفته جمعه ها ساعت 12 از پلتفرم فیلمنت منتشر میشه. و اما پایان بخش برنامه ما فصل دوم سریال وحشی هست که کارگردان هومن سگدی با بازی جواد عزتی، نگار جواهریان، رامین راستاد و هومن سگدی. سریال وحشی که از فروردین ماه امسال منتشر شد و شامل 8 قسمت بود. فصل دوم این سریال قرار از 24 آذر ماه هر هفته دوشنبه از پلتفرم فیلمنت منتشر بشه. اگر از برنامه ما خوشتون اومد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. و در پایان ازتون میخوام که اگر نظری دارید حتما در کامنت ها قید کنید. مرسی، ممنونم از شما و خدا.